اگر این پل ویران شود هزاران نفر از راه به خانه‌هایشان محروم میشوند و کشتزارهای وسیع به آب میمانند. پل ساختمان اینا من خودم محترم وزیر ملیارت نوشدم دولت زوده ظفربک من خودم شخصا مکتوب نوشتم مراجعه کردم لایحه‌شون اومده دیدم من گفتم 6000 گکتار زمین بی آب میماند مردمی که همینجا زندگی باید اگر کوپرک ویران شود اکویدوک ویران شود باید سرخاب کتی رفت آمد کنند بسیار راه دوری دراز می شود. رئیس ناحیه فرخار میگوید آنها آماده اند پل را اندکی تعمیر کنند ولی قدرت و توانایی مالی بازسازی آن را ندارند. برای همین حکومت فرخار به اجنسی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعت کرده است چون قسمت پایانی پل به همین اداره تعلق دارد. ما همین اسفالت کنی بالای هم اکویدوک هم ما به گردن گرفتیم. ما گفتیم که اسفالت وایش راهش وایکش از طرف فقط همین усиление تیتون یا که اینا از نوسازی میگفتن همین لایتون دیده برایتون اینا لایکچو پیشنهاد کردگی پنجره های گرد و اطراف پل هم شکسته و تعمیر طلبند. پل رخنه کلان دارد و خطرناک است. با وجود این معلوم نیست که تعمیر پل ضروری کی آغاز می شود. این در زمان شوروی در دهه قرطاو ناحیه فرخار ساخته شده است و از پایان این پل دریای سرخاب جاری است. در صورت تخریب شدن یا ولنگار شدن این پل ده ها نفر به راه میمانند. حالا ساکنان دهه کوهدامن امید دارند که پلشان تعمیر می شود. در حکومت فرخار گفتند که برای بازسازی پل همه سعی خود را میکنند. در منطقه کلاب این هم اولین پل نیست که در حالت صدموی قرار دارد. اما این پل به فرق از دیگر پلها نقش آبیاری زمین‌های کشت را بازی میکند. برای همین پل هم مجرای آب را قطع میکند و همراهی مردم را. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ناحیه فرخار.